سلام، رضا رضاییانم، نخست ماشین. تفاوت ناریسازها توی نوع موتور گیربکسشونه و حالا سیستمی که روش از نظر ورق و از نظر بستن موتور گیربکس کار میشه. یه رده گیربکس های حلزونیه. گیربکس های حلزونی تیپ های VF110، VF130، 105 تا 200 تا 185، حالا 210 هم بعضا استفاده میشه. یه مشکل کلی این رده داره. این رده یه مقداری گرم میشه، به این علت که به ذات این گیربکس ها طراحی شده برای عمود کار کردن و ماردون غرق روغن بودن. وقتی عمود کار میشه ماردون کاملا غرق روغنه. وقتی ما میخوابونیمش برای ناریساز، ماردون یه بخشش خارج از روغن میمونه. برای همین شروع میکنه به مرور به گرم کردن. البته با حالا یه سری تمهیداتی که توی این کار انجام میدیم، این گرم کردنه رو به حداقل میرسونیم. ولی اگر از این مدل دارید، بهتره هر تقریبا نیم ساعتی که کار میکنین یه ربی به دستگاه استراحت بدین. این هم اتفاق میفته توی کار. این نیستش که فکر کنید باید کار خاصی انجام بدید. یعنی به صورت عادی شما 3-4 تا دیگی، 5 تا دیگی که درست میکنید، تا وقتی بخواید اینا رو مصرف بکنید برای کار بلوکه یا جدول، به صورت کاملا عادی و راحت میرین مرحله بعد. یعنی یه دستگاه استراحت باید بکنه، اون اتفاق نیم ساعت کاری رو به استراحت میفته براش. این یه مورد دیگه، کار کردن این گیربکس بالا یا پایین بودنش هیچ تفاوتی نداره، هر مدلی بخواین شدنیه. مورد بعدی دو گیربکس ها مونه. ناریسازهای دو گیربکس رو متاسفانه الان موجودی نداریم، در حال ساخته. ولی ناریسازهای دو گیربکس اون رده‌ای ان که یه موتور گیربکس مستقیم با یک جعبه دنده‌ای که اونم گیربکس ما میسازیمش کوب میشه روی سر ناریساز و استفاده میشه که همزمان فیلمش رو میگم بچه‌ها بذارن. این میکسرهای ناریساز دو گیربکس جزو محسنات خیلی بزرگی که داره. اونها هم رده موتور زیر و موتور بالا داره، ضمناً فرقی نمیکنه. اینا جزو محسنات گرم کردن تو کارش نیست. یعنی اصلا شما اگر صبح تا شب روشنش بذارید اتفاقی نمیفته، زیر بار هم باشه اتفاقی نمیفته. مدل بعدی ناریسازاییه که با معروف به جعبه‌های دنده آمریکایی. دنده آمریکایی هم جای خودمون جمع میشه. این یه سری دنده است، حالا نمونه‌هاشو و جعبه‌شو باز بچه‌ها اضافه میکنن به فیلم. این رده هم عین همون قابلیت اینو داره که به هیچ عنوان گیربکس گرم نمیکنه. فقط مسئله‌ای که وجود داره یه مقداری تفاوت قیمت داره. یک، دو اینی که فقط میشه زیر کار کرد. دیگه ما بالا نمیتونیم کار بکنیم موتور گیربکس رو. فقط موتور گیربکسش زیر کار میشه. از نظر مقاومت، از نظر طول عمر، از نظر اینی که حالا گرم بکنه، از تمام این حالا هر کدوم از این منظرها رو بخواید نگاه بکنید، از نظر کیفیتی بسیار بسیار بالاست. البته یه سری چیزا دیگه هم توی کیفیت موثره، مثل اینی که اون حالا بماند که یه عده دوستان اصلا اون شافت وسط رو کار نمیکنن، ولی اگر کار کنن اون جوشی باشه، پیچ و مهره‌ای باشه، قالبای خاص داشته باشه، ریختگری شده باشه، یا اینی که اون شافت و بولبرینگی که استفاده شده باشه. ما بعضا تو دستگاهی که استفاده میکنیم 2 رده 3 رده میایم از استاندارد خودش بالاتر میگیریم، برای اینکه حتی به مرور زمان هم مشکلی رو ایجاد نکنه. بین 5 تا 7 سال به راحتی گیربکس ها عمر میکنن. بعد اگر به خرابی یا تعمیری دچار بشن مشکلی نداره، هم قطعاتش وجود داره، هم تعمیرش خیلی چیز پیچیده‌ای نیستش، راحت انجام میشه. از نظر کیفیت ما خودمون اون رو توصیه میکنیم، گیربکس های دنده آمریکایی رو. قبل از اون میشه دو گیربکس ها و ارزون ترین تیپ گیربکس های VF. گیربکس های VF رو اگر کارتون کمه توصیه میشه، ولی اگر کار زیاده باید یکی از 2 رده بعدی خودش رو انتخاب کنید. در خدمتتون هستم.